لبای یک رفیق دارید و هم که خداوند مکان است قبول دارد و میگوید که فعل هر یک چیز به خودش مکان دارد. اما خداوند نعم و مکان است. همون برای فهمیش همون چطوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگویند که مردم به چنین فهمیششان کردن چه فهمونید همین را سلامت باشین سلامت باشین. امروز جوانان عزیز ما همین فکر در خیالشون جا کرده، بسیار سوال ها همین درباره همین میپرسن که استوای خدای تعالی یا در مکان دلالت میکنه یا مکان گفته درباره چی میکنن. اینها باید به این سوال ها مشغول نشوند، باید که انا این سوال ها دور بدارن، فقط اونها عبادت خداوند جل و علا این مسئله رو بگذار و دانشمندان میگذارن که خداوند جل و علا خود میفهمه که حسب اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. او برادر عزیزی که سوال داد گویا که او جاریه و همه خیلی سوال کرد، جاریه گفت فی السما، در اگر چند این حدیث در صحیح مسلم در کتاب های صحیح آمدگی هم باشه، حدیث صحیح است، لیکن بر 4 طرق آمدگی است که همین سوال برای شناخت خداوند یا که برای مسلمان بودن خداوند این سوال باشه، این خیلی نیست. برای امام احمد بن حنبل هم در کتابش میاره که در او روایت آمدگی که مقصد که بگو برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را تعبیر که قل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده رسوله. وقتی که این شهادت داد بعد گفت که و اعتقها فانها مؤمنه گفته. در این روایت همین خیلی آمده که مقصد به اسلام در آمدن که با مکان ثابت کردن برای خداوند نیست که وقتی خداوند رو مکان ثابت کنی بعد مسلمان شوی. اگر مکان ثابت نکنی همچنونی که سلفیان میگم خدا مثل کافر است که مکان به مکان گفته، این خیلی اسلام به این آمدن نمی شود. اسلام مسلمانی و عرض کردن کلمه چی می شود؟ و کلمه شهادت می شود. برای که در اونجا در اون روایت آمدگی در روایت این حمل که لا اله الا الله گفته، همین خیلی روایت آمد شهادت میده که غیر از خدا دیگر خدا نیست و محمد رسول او. گفت بله، گفت اعتقها فانها مؤمنون. این روایت آمدگی. ولی در تاریخ او حدیث روایت ها هر گونه آمدگی